امید چی گفته سه برادر؟ فريدون برادر ما یک چه نفهمیدم. ما شهردم قرضدار بودم. لیک در روی خط نوی من نیست. امید شهرنامه شما رو سپردند. کی سپرید؟ فرزانه. اومد؟ در من خفه شدی؟ میدونی فرزانه کی انا کاری که کردی در کار نبود. مشکلی مای ایرا ما خدمال میکردم. خیال میکنم که خوندن برایم پول دارای. اومد؟ نخود به ده ها آمدنت را یه بار با من نگویم. فرزانه باور میکنی مرم ترا خیلی زیاد دوست میدارم. لیک ای سبب که شما اویلای ثروتمند هستین ما شرم داشتم دوست داریم بیان کنم. باور میکنی؟ مادم مهم نیست پول مولیده. من تا قیمت من باشه تمام. افتادیم